лутфан видеоро то охир тамошо кунед ва узри зиёд ки баъд як рекламачаи хурд ки спонсори видеоҳои мо мебошад хабарро оғоз намояд. салом дӯстон, инак як хабари нав. шахсоне ки мехоҳанд ҳамроҳи дӯстонашон барои истироҳат ба истироҳатгоҳ яъне ба даст шараванд, вале ҳеҷ ҷои мувофиқ ба таъби дилашон пайдо намекунанд. ғамгин нашавед, ин мушкилоти шумо ҳал шуд. ин истироҳатгоҳ бо тамоми шароитҳо муҳайё аст ва инчунин бо нархи дастрас. ин истироҳатгоҳ дар варзоб ҷойгир шудааст. ин эълон аз тарафи ширкати хизматрасонӣ барои шумо пешниҳод гардидааст. шахсоне ки барои истироҳат мехоҳанд ба истироҳатгоҳ яъне ба даст шараванд, пас бо мо тамос гиред. рақамҳои мо 908 20 02 49. ҳатман аз номи канали мо расонед, зеро барои шумо тахфиф карда мешавад. рақами канали мо 20 02 04. алейкум дӯстон ва паҳризчикони ройгон тиҷи бардоро бисёри худестен ки ака чувак ҳамин киноро то охирша намепартои бардоро мода жал гӯя я хелчиора автосифраво меқаба хоб турко жал намисотарак хоб бардоро ҳич киное ки напартофтагиам ё ки да рекламаш кардагиам да ҳамин канал кинои ки беҳтаринан иншоаллоҳ дар контакт мепартом как ҳамеша силкаи контакти ма хати инстаграмам да описания мешава. Видео будоин подписаться кунед. Чӣ киное ки мехоҳед бардоро банависед, ҳака ҳамин киноро парто муда умуман да ютуб да намона да контакт албатта мепартош бардоро. хоб будоин канала хайр дастгирӣ кунед, да кино лайк монед. خوش اومدی عشقم. مرسی عزیزم. امروز روز خیلی سختی بود. رئیس همش بالا سرمون بود. خب چه خبرها عزیز دلم؟ سلامتی. راستش من اصلا خوب نیستم. یه کمپین جدید میخوان شروع کنن. از صبح تا شب باید شرکت باشم. لونت من میدونم که تو سر کار نمیری. رفتم خونه‌ات دیدم که تخلیه کردی. بهار میخواستم بهت بگم، ترسیدم که بخوای ترکم کنی، بیکار و بی پول. فکر کردم که نخوای با یه آدم بی پول. عشق من، ما یه مدت خیلی کوتاهه که با همین، ولی خب این به زمان ربطی نداره عزیزم. منو نگاه کن، من خیلی دوستت دارم. خب خیلی عاشقتم. هیچ چیزی هم نمیتونه این حسو عوض کنه. عزیزم منم عاشقتم. یه لحظه صبر کن، الان میام. اون چیه؟ بازش کن، به دردت میخوره. قرض گرفتی؟ نه، از شرکت قرض نگرفتم. من از اونا خیلی طلب دارم. خورد دارم ازشون میگیرم، نگران نباش. تو رو خدا تعارف نکن. مرسی. بهت قول میدم که خونه پیدا میکنم. یه ماهه که سر تو خراب شدم. عشقم این چه حرفیه؟ من به همینم که تو پیشمی راضیم.
خب راستی تونستی بفهمی دوستت چشه؟ نه، به نظرم یه چیزایی پی برده. حداقلش اینه که تونسته بفهمه باباش با اون دختره چه رابطه‌ای داشته، چون که یه سر از خونه اون دختره، اما چیزی به پلیس نمیگه، به ما هم هیچی نمیگه. باباش ظاهراً یه گاف صندوق داشته که ازش خبر نداشتن. میبینی تو رو خدا همه میگن اینا ورشکست شدن، ولی واسه ظاهرسازی از من خواسته که برای خواهرش بلیط هواپیما بگیرم. من فکر میکنم که اینا هنوز پول دارن. به هر حال به ما که ربطی نداره. یعنی چی به ما ربطی نداره؟ به من که خیلی ربط داره. میدونی من سالهاست دارم جور اینا رو میکشم، پس تابلوه که در آینده نزدیک مثل یه بچه گربه من از شرکتشون شوت میکنن بیرون. ولی اینجوری نمیشه. من به این راحتی ها نمیذارم کاری بکنم. حقمو ازشون میگیرم، بعدش میرم. کلبچه پسرم، بیا اینجا ببینم. بیا پیش ماما. بیا، گرسنت چه داره؟ بفرمایید آقایون. ببخشید یکم ریخت و پاشه. بیا. خب من یه چای توپ دم کنم. بشین جان من، بیا اینو ببرش. کلبچه بیا پسرم، بیا. راستی لطیفه رو تعقیب کردی؟ چی شد؟ رفت خونه سیبل. جدی میگی؟ رفته خونه سیبل و گفته همکار سیبله. منم دم در منتظر بودم. بعدش با یه جعبه از خونه اومد بیرون، جعبه‌ای که یه قسمت مخفی داشت. باباش از اونو درست میکرده، واسه همین برداشته بودش. خب یادتونه من ماشینو بررسی کرده بودم؟ پس نگفتم. من وقتی ماشینو بررسی کردم یه الماس قلابی پیدا کردم. لنگی همونو تو اتاق سیبل پیدا کردم، اونم قلابی بود. به این نتیجه رسیدم که یا جفتش دست سیبل بوده و یکیشو توی ماشین اونا جا گذاشته، یا اینکه یکیش دست احمد بوده. اونجاشو دقیقی نمیدونم، ولی مطمئنم یه رابطه‌ای با هم داشتن. اون جعبه اینو ثابت میکنه. سلام. بفرمایین یکم قدم بزنیم. حالا که الماسا رو پیدا نکردی، باید با تو یه جور دیگه کنار بیای. خودت هم میدونی تا وقتی به درد ما نخوری غیر ممکنه خواهرتو برگردونی. از من چی میخوای؟ باید با هم پول شویی کنی. یعنی چی؟ به عنوان یه حامل باید کار کنی. چی باید جا بجا کنم؟ خیلی راحته، ما بهت یاد میدیم. تنها کاری که باید بکنی اینه که مثل همیشه حرف منو گوش کنی. را بیافت. البته واسه تو مثل آب خوردنه. باید یه مقدار پول برداری و بری روم. خب اونجا هم وطنت حساب میشه. بعدش هم باید اون پولو از طریق شرکت خودتون به حساب شرکت ما واریز کنی. به همین راحتی. تو داری با من شوخی میکنی؟ سال هاست که اینجوری با بابات میلیاردها دلار پول جویی کردی. تا حالا اذیت نشدی؟ بابا با شما اینجوری همکاری میکرد؟ با خدا بیامرز شریک بودی. را بیفت. وای نسا. خوبه. سکوتت نشونه اینه که پیشنهادم رو قبول کردی.
نمیتونم. این غیر قانونیه. من تا الان هیچ جرمی مرتکب نشدم. خود دانی نمیتونم بیشتر از این واسه تو وقت تلف کنم. نیلوفر چی؟ میفرستیش پیشم. نیلوفر چی؟ نیلوفر چی میشه؟ نیلوفر چی میشه؟ نیلوفر! نیلوفر چی میشه؟ نیلوفر چی میشه؟ نیلوفر! شما حیوونین. چطور همچین کاری کردین؟ چطور این کارو کردین؟ اگر خفه نشی از این بدترم میشه. سرشو میبرم. باشه خفه میشم. باشه چیزی نمیگم. آفرین. با ما راه بیا. قول میدم هر کاری بخوای بکن، ولی دیگه بهش دست نزنی. باشه. پنجشنبه صبح رأس ساعت 10 فرودگاه آتاتورک باش، بخش پروازهای خارجی. ها بهت بگیم چی کار. باشه. رأس ساعت 10 میام اونجا. خواهش میکنم کاری با نیلوفر نداشته باشه. این کار نیست. حتی ممکنه به پلیس خبر بده. به خاطر خواهرش به پلیس زنگ نزد. الانم نمیزنه. از کجا میخوایم بفهمیم عمو این کار خطرناک نیست؟ بسپار به من. بذار ببینم دهنش قرصه یا نه. خب من یه جمع‌بندی کنم. اگه چیزی ناقص باشه شما بگین. جسد احمد و سیبل تو جاده آوا تو ماشین پیدا شدن. تو ماشین یه الماس قلابی پیدا شد، مشابهش خونه سیبل پیدا شد. لطیفه دختر احمد که متخصص الماسه میخواد الماسای دزدیده شده رو پیدا کنه تا بتونه قرضای باباشو بده. یه احتمال اینه که واسه الماسا کشته شدن. الانم اون فرد یا افرادی که از مقتول طلب دارن دخترش لطیفه رو تهدید میکنن تا بتونن الماسا رو بگیرن. درسته؟ عالیه. خلاصه توپی بود. فقط یه چیزی رو نفهمیدم. هیچ کس یه نفر واسه 2 تیکه الماس قلابی نمیکشه. واقعی که نبودن. یه لحظه. ما چرا فکر میکنیم قاتل و کسی که طلب داشته 2 نفر جداگونن؟ شاید قاتل همونه که افتاده دنبال لطیفه. اونا رو کشته، الماسا رو دزدیده، بعدش فهمیده الماسا قلابیه. الانم داره لطیفه رو تهدید میکنه و اصلی‌ها رو میخواد. شاید لطیفه رو تهدید به مرگ میکنه. آره خوب. واسه همینه که انقدر میترسه. من نفهمیدم داداش. تو برو دست صورتتو بشور. آخه چه ربطی داره؟ من تازه فهمیدم که یه سری دلیل داریم، نمیتونم هضمش کنم. یعنی چی؟ منظور چیه؟ منظورم کاملا واضحه داداش. تو چرا نمیگی یه سری دلیل پیدا کردی؟ این نتیجه ببرینش دیگه. باشه خوب. بیا پسرم. بیا بیا عزیزم.
عصر بخیر. خوش اومدین، بفرمایید. چه سورپرایز خوبی. خوش اومدی طاهر. ممنونم. وقت داری یکم صحبت کنی؟ البته وقت دارم. چی میل داری طاهر؟ ممنون، چیزی نمیخورم. زرین، در مورد نیلوفر میخوام یه خبری بهت بدم. وقت نداشتی، به پلیس اعتماد نکردی، با رئیس مشکل داشتی، اینا همش بهونه است. به ما چرا نگفتی آخه؟ چی داری میگی؟ من اگه میخواستم پنهون کنم که الان انقدر بهتون توضیح نمیدادم. عمر ببین، تو برادرمی، عزیزمی، برام مهمی، ولی داری اشتباه میکنی. اگه ما دوستی من باید روک و راست حرفمو بهت بگم دیگه، نه؟ مگه نه؟ حرفاتو گوش دادیم، خوبه، ممکنه حق با تو باشه. بذار یه سناریوی دیگه بهت بگم داداش. یه لحظه تصور کن که مقتول سیبل نباشه، یه فرد دیگه باشه، دقیقاً مثل هزاران پرونده که میاد پلیس. خب بگو داداش، گوش میدم، ادامه بده. احمد دختره رو دیده، مهم نیست کجا دیده، ولی ازش خوشش اومده، واسش هدیه گرفته و اون جعبه و یه تعداد الماسم بهش داده. اون دخترم ازش خوشش اومده، ولی خب باهوش بوده. وقتی دیده الماسا قلابیان، اون شب رفته پیشش که اونا رو بزنه تو سرش. ای بابا، آخه یه دختری که میخواد نامزد کنه با یه همچین آدمی رابطه داشته، عقل و منطقت اینو میگه؟ یعنی من خفشم دیگه. بگو داداش، گوش میدم، ادامه بده داداش. به هر حال همدیگه رو دیدن، یه مدت هم با هم صحبت کردن و اینا. بابا دیگه بس کن خب. بذار حرفام تموم بشن. یارویی که از احمد طلب داشته رسیده و سیبلم اونجا بوده، به احمد شلیک کرده و مجبور شده به سیبلم شلیک کنه. بابا تو واقعا حرفای خودتو باور میکنی؟ چرا که نداداش، چرا باور نکنم؟ قضیه خیلی خاص و متفاوت نیست، خیلی هم ساده است. حالا تو افتادی دنبال اون الماسای قلابی و دختر احمد، دخترش هم پا شده رفته خونه دوست دختر باباش. حرف دهنتو بفهم مردی که تو به خیال این پرونده نشی، این پرونده به نتیجه نمیرسه داداش، نمیرسه. عمر، تو حرفاش جدی نگیر. تو هم اینجوری فکر میکنی؟ من هیچ فکر خاصی ندارم، فکرم کاملا به هم ریخته. ولی در مورد اینکه لطیفه میتونه به حل مسئله کمک کنه کاملا حق داره. اسم میکنم جواب همه سوالا دست اونه، واسه همینم بی خیالش نمیشه. نگران نباش، منم تحت نظر میگیرمش. ممنون. کدوم خونه بود؟ چی؟ خونه ای که میخواستم با سیبل بگیرم. همین طرف خونه دوم. اجاره شده؟ آره، بچم داره. ایشالا همیشه خوش باشه. بفرمایید. لطیفه خانم. جانم هولیا، مزاحمتون شدم، ببخشید. مهم نیست. زرین خانم گفتن که سری بریم پیششون، پایین منتظرتونن. میام. خوش اومدی. واقعا که لطیفه. تو چرا در مورد نیلوفر به من دروغ گفتی؟ چی شده مامان؟ من به تو اعتماد کردم، هرچی از نیلوفر گفتی باور کردم. مامان موضوع چیه؟ نمیفهمم. کار یه پنهونی تو رو میگم. واقعا متاسفم برات. من مادرتونم. چطور از من پنهون کردی؟
چرا من خبر ندارم؟ مامان من میخواستم بهت بگم ولی عمو طاهر لطف کرده و همه چیزو هماهنگ کرده. اگه عمو طاهر نبود به مشکل برمیخوردیم. رفته هتل طاهر مونده. تازه کینگ سویت بهش دادن. اطلاع میدادین حداقل تشکر میکردم بابت لطفش. چقدر سوال کردم این دختره چطوری میخواد هزینه‌های نیویورک موندنشو بده. همش گفتیم مامان مشکلی نیست. شما کاری نکردین، طاهر مشکلشو حل کرد. خب حالا زرین جان تو هم بزرگش نکن. همچین مشکلاتی پیش میاد دیگه، طبیعیه. نه آخه خانم گوشیشم گم کرده. اگه تو نبودی حتی نمیدونستیم که سالم رسیده و کجاست. این دخترها برای من امانت احمدن. معلومه که همیشه به فکرشون هستم. بگذریم، دیر شد، من دیگه برم. بابت همه چی ممنونم. یکم اوضاع بهتر بشه پینا رو تو رو برای شام دعوتتون میکنم. خوشحال میشم ببینم دوستان پیشم هستن. حالم بهتر میشه. هر موقع دعوت کنی ما در خدمتیم. آب دستم باشه میذارم زمین و میام پیشت. مرسی. من تا دم در باهات میام. زحمت نکش. من تا دم در باهات میام عمو طاهر. باشه ممنون. باشه. جریان چیه لطیفه؟ نیلوفر هتل نرفته. باید خیلی وقت پیش به هتل میرسید. اومده بودم که اینو به مامانت بگم ولی دیدم از هیچی خبر نداره. همین جوری هم تحت فشاره. منم نخواستم چیزی بگم. دخترم جریان چیه؟ نیلوفر کجاست؟ مشکلی هست لطیفه؟ عمو طاهر نیلوفر نتونست بره هتل چون چی؟ چون پیش دوستش میمونه. مامانم از اون دوستش اصلا خوشش نمیاد، نمیخواد نیلوفر باهاش باشه. نیلوفر از من خواهش کرد که این جریان بین خودمون بمونه. امان از دست شما جوونا. داشتم سکته میکردم. به هر حال خیلی خوشحال شدم که همه چیز ردیفه. ببین یادت نره به نیلوفر بگو هر موقع که خواست میتونه بره سویتش. ممنونم. من که کاری نکردم لطیفه، برای چی تشکر میکنی؟ عمو طاهر میشه یه خواهش دیگه ازت بکنم؟ بله؟ اینکه میشه این جریان بین خودمون بمونه. به مامانم نگی ممنون میشم. باشه بین خودمون بمونه. خداحافظ. به سلامت. لطیفه امتحانشو پس داد. چیزی نگو. اراده پولادین داره. کار ما رو راه میندازه.
چی شد؟ عمر دختره داره میره، معلومه که میره دنبال الماسا. کجا؟ روم. هولیا اینو برای چی آوردی؟ تو این خونه جز بابام کسی سوسیس نمیخوره. آشپز اینو نمیدونه؟ ببخشید زهره خانم، به اون شرایط عادت کردیم. باشه هولیا، میتونی ببریش. زنگ زد؟ ایمیل زد، میگفت خسته است، احتمالا کل روزو بخوابه. فکر کردی؟ حداقل 3 روز میخوابه. به غیر از تو همه خانمای خانواده ای ما خوابیدن رو دوست دارن، مگه نه؟ گوشی میخره دیگه؟ آره معلومه که میخره، شما نگران نباشین. نیلوفر که خوب میشناسین، وقتی میره آمریکا همه این ما رو فراموش میکنه. حالش خوب باشه کافیه. لطیفه خانم، یه نفر دم در منتظر شما رو ببینه. کیه که الان اومده؟ دیروز تصادفی یکی از دوستامو دیدم، احتمالاً اونه. زود میام. بازم که توی اینجا چی کار داری؟ باید صحبت کنیم در مورد الماسا. وایسا الان میام. با من بیا. هرچی میخوای بگی بگو، بعدش برو. دفتر رومو گشتی؟ واسه چی؟ از دیروز هی فکر میکنم میبینم به احتمال زیاد اونجا. به هر حال کار تو جواهراته. من بودم الماسا رو میبردم روم. بالاخره اونجا از اینجا امتره. بعضی وقتا چیزی که دنبالشیم جلوی چشممونه ولی نمیبینیمش. ما پلیسا هم معمولا فکر میکنیم سرنخ پیدا کردن سخته، ولی بعضی وقتا جلوی چشممونه. معمولا کسی بهش اهمیت نمیده، ولی بعدش هم یهو اون وقتم که میفهمیم دیگه خیلی دیر میشه. نگو که الکی جاهای دیگه دنبالش بودیم. چرا داری چرت و پرت میگی؟ دارم میگم الماسا احتمالاً توی خونه روم باشن، حتی ممکنه مغازه‌ام باشن دیگه. چی بگم؟ من همه الماسای اصل و قلابی که توی شرکت هستن رو میشناسم. من خرید و فروش رو انجام میدم. در ثانی بابام 6 ماهه که روم نرفته. مگه ممکنه قایمشون کرده باشه؟ فکر میکنی همه چیزو میدونی نه؟ زود قضاوت میکنی. پس چرا میری روم؟ فردا ساعت 10 بلیط داری. درسته دیگه مگه نه؟ من واسه تولدم اومدم اینجا. قرار بود برگردم. چند هفته پیش بلیط گرفته بودم. در اون حدی هم که فکر میکنی پلیس خوبی نیستی. ببین یه چیزی بهت بگم. دلم میخواد به یه طریقی کمکت کنم. پلیس که نیستی، کاراگاه هم که نیستی.
چطوری میخوای الماسا رو پیدا کنی؟ به تو چه؟ هنوز حالیت نیست نه؟ یه اتفاقی افتاده که الان شرایطمون یکیه. افرادی که اون الماسا رو میخوان خطرناکن. تو مخمسه ای. لجبازی نکن. به کمک من نیاز داری. چرا نمیخوای کمکت کنم؟ چون ازت خوشم نمیاد. راست میگی؟ حتما همینطوره. بعدم میبینمت. علی آقا سلام، لطیفه دنیزر هستم. میخواستم از مأمورتون عمر دمیر شکایت کنم. باش مشکل دارم، همیشه منو تعقیب میکنه. چون داغ عزیز دیده سعی میکنم درکش کنم ولی کم کم داره به حد مزاحمت میرسه. تا خونم هم اومده. میگه همچین چیزی نیست و نمیرم. ولی آخه بلیط داره. میگه اومدم و بر میگردم. میگه بلیطو از قبل خریدم. فهمیدم. پلین بعدم بهت زنگ میزنم. داداشم تماس میگیره. اوکی منتظرم. خیلی خوب. جانم داداش. عمر کجایی؟ خیر باشه. سر بیای داره. چی شده؟ مگه ممنوع الورود نبودن؟ پسر پاشو بیا. منتظرم. قربان داره میاد. آخرین گزارش از جنایت اسرارآمیز. با هم رابطه ای نداشتن. دختری که پیش احمد دنیزر بوده باکره بوده. مامان چی شده؟ حوصلت سر رفته؟ چیزی شده؟ مامان من برمیگردم روم، فقط برای 2 روز. میخوام خونه و مغازه رو ببندم و اگه بتونم امتیاز برندمون رو بفروشم. هرچند کمه ولی میتونه کمکی به شرکتمون بکنه. خیلی برای اونجا زحمت کشیدی. به خاطر ما داری بی خیال رویاهات میشی. بازم میتونم، بهتر از قبل میتونم. من قوی بودن از زرین دنیزر یاد گرفتم. کاش بختت مثل مامانت نشه لطیفه، چون قوی بودن خیلی خیلی سخته. یعقوب داداشم کجاست؟ داداشت اتاق رئیسه. بیا. بیا عمر. حسین تو برو. ولی قربان برو بیرون حسین. بشین. بشین دیگه. لطیفه دنیزر میخواد ازت شکایت کنه. من چی کار کنم؟ میخوای این کار به دادگاه بکشه؟ حرفش چیه؟ چی میخواد بگه؟
تو پارکینگ سوال پیچش کردی، همیشه دنبالشی. دختره میگه همه جا مثل دیوونه‌ها تعقیبش میکنی. گفت که خونه سیبلم رفته؟ گفت رفته فاتحه به خونه، تو هم اذیتش کردی. تو چرا میری خونه اون دختره؟ به چه عنوان؟ به عنوان یکی از بستگان مقتول. اگه فقط به این عنوان رفتی و یادت رفته که پلیسی چی کار کنم، بدم بازداشتت کنن ها؟ بدم؟ اینو میخوای؟ اون دختره رو درست حسابی بازجویی نکردین نه؟ برمون کن تو رو خدا، بازم شروع نکن. مخصوصا اون پرونده رو ازمون گرفتین. از داداشم هم هدفتون اینه سریعا پرونده رو بایگانی کنین، بعدش هم یه مهر فایل مجهول بزنین تموم شه. عمر شما از کی دارین حمایت میکنین؟ چی داری میگی تو؟ ها؟ داری منو تهدید میکنی؟ ببین کیو به عنوان زن انتخاب کردی، حالا داری منو بازخواست میکنی؟ حرفای گنده تر از دهنت میزنی. زن تو از خیابون پیدا کردی، الان میگی مردی که چی داری میگی؟ من تو رو اخراج میکنم. مورد خودت حساب کن. ببین چی کارت میکنم، مردی که حیوان بیادب. ببین چی کارت میکنم. چه غلطی کردی؟ واسه چی کتکش میزنی؟ بکش دست تو به کی میگی دستتو بکش؟ من داداشتم. به کی میگم ها؟ به داداشم که گفت ساکت باشه من از اتاق بیرون کرد. مامان گلوی رئیسو چسبیده، هیچ برگشته میگه تو داری پرونده رو مختومه میکنی. آخه فکر کرده کیه؟ مامان این طرف رئیس شعبه قتل عمده، دست و پاش داشت میلرزید. خب پسرم داغ دیده، داغ بزرگی هم بود، همشو بذار پای ناراحتیش. خب اگه داغش بزرگه بره خودکشی بکنه همه راحت بشن. آخه کتک زدن رئیس چیه دیگه؟ مگه آدم هر غلطی دلش خواست باید بکنه؟ حسین برو کنار. خب تو با رئیست صحبت کردی، قبول میکنه شکایتشو پس بگیره؟ مامان یارو نمیخواد دیگه حتی منو ببینه. تازه آشیشون داده بودم، الان وضع خودمم بحرانی. ای بابا، خب مگه گناه تو بوده؟ خانم ماجرا به این سادگی نیست. تو رو خدا حسین به جون هم نیفتین. خب دیگه طاقت این اتفاقاتو ندارم. ای بابا چی شده؟ عزیزم میتونم بیام تو؟ خب چرا میپرسی؟ به به، میبینم که داری میری. فقط واسه 2 روز میرم. لطیفه، یادت میاد که دومی راهنمایی با هم یه قراردادی بسته بودیم؟ تو خونه روم توی جعبه گذاشتمش. قرارداد رفاقت مادام العمر بود. ولی تو ماده اولش رو فراموش کردی. این بود که تحت هر شرایطی همه چیزو به هم بگیم و چیزی رو پنهون نکنیم. بهار بذار اول برم روم، بعدش همه چیزو از اول برات تعریف میکنم. تازه خیلی احتیاج دارم که باهات درد دل کنم. بذار برم و برگردم. خب قول میدم.